ملوگی کسب نه، تو علم دینی رو دانی برای خودت. نامقل 100 بار کردی. چرا که معلم گفته میتونه که معلم دانشگاه من معلم هستم، کسبم معلمی هستی، ولی یک ملا، یک شخصی که علم دینی داره، قرآن و حدیث میفهمه، او گفته نمیتونه که کسب من معلمی هست. چرا گفته نمیتونه؟ مرده هاتون بمره، رپریستو میبیان جنازشون میخونن. کسلیاتون همه حافظا، زنهای حافظه میبیان رقیه خانی میکنن. زناتون کی نکاح میکنن؟ زناتون معلم ها میبیان نکاح میکنن. کی نکاح میکنن؟ وقتی که اگر علمای دین، ملاها، یک کسی که در یک مسجد مسئول هسته، اگر او را بگیم که نه کسب ملوگی کسب نیست، برای پس کارت بشه، او بروه و دنیا را بقپه و نماز مردم کی درست میخونه؟ رپریستور من امامتی میکنن. در بالای منبر یک حافظ، یک معلم، یک کسی که اصلا از شریعت حلال و حرام نمیفهمه، هوای رو بالای منبر میبروره. با پس اینقدر شما به انصاف هستی، اینقدر نسبت دین، نسبت علم دینی، اینقدر شما خنک نظر هستی. من بسیار متاسفم از این تنگ نظری شما که از اسلام و از دین شریعت اینقدر شما دور مونده. والله قسم اگر محبت دین، محبت شریعت پروردگار در قلبهای شما می بود، شما خیلی گپ نمیزده. کو همین گپ تا برد سین یک معلم گپ زن، بگو که همین معلمی کسب نیست. خاک بر سرتون که قدر علمای دین را نمیدونه، قدر ملاها را نمیدونه. ملا گفته شما چی را میفهمه؟ ملا را من این خیلی میفهمم که ملا عالم دین هسته، شریعت می آموزه، توحید و عقیده میخونه و از حلال و حرام مردم میبیا گپ میزنه. مسئول یک مسجد امامتی میکنه، خطیبی میکنه، با او کسبش انهمیه. او باید که اویلک تعیین کرده شوه و او مزد بگیره برای این کارش، تا اینکه بشینه و وظیفهش انجام بتیه. اگر ملا برو یک کار بکنه، نماز مردم یک انسان یافت نمیشه که درست بخونه، انسان یافت نمیشه که کودکان را تعلیم قرآن بکنه و مردم از حلال و حرام گپ زنه. شما که از اسلام دور مانده، اسلام برای شما ارزش نداره، شما علمای دین را همین خیلی فکر میکنه. الله شما را هدایت بکنه.